آبرود رفته، پولت رفته، ناموست رفته، اعتبارت رفته نزد خدا. آثار گناه 5 چیزه. بیرونقی در صورت. خداوند گفته سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. بعضی چهره ها میبینی تو رو مؤمن میکنه. باور بکنی بعضی صورت ها هست. یک پیرمردی بود از همین منطقه شما، زمان قدیم با بابای من دوست بود، اسمش سید علی بود. من نمیدونم شما میشناسیدش یا نمیشناسیدش. یک ریش سفید نورانی داشت، سید علی بود. بابای من اینو خیلی دوست داشت. با الاغ می آمد از همین منطقه سیدی که این طرف بیابان می آمد سورو، سالی چند بار می آمد. مامانم میگفت که این اولیای خداست. من بچه بودم دستی به سرم میکشید سید علی، میگفت محمد صالح گهرته. هیچ موقع فراموش نمی کنم زمانی که من شاید زیر 7 سال بودم، این چهرش مثل که امروز جلوم نشسته یا ایستاده. بعضی چهره ها میبینید حالت به هم میخوره. یکی از آثار معصیت خدا این که صورت انسان بی رونق میشه، رونقشو از دست میده. دوم تاریکی در قلب. سوم بیبرکتی در رزق و روزی. اگر روز 100 میلیون در بیاریم نمیدونی چه شد. طرف هست که ماهی 200,000 تومان حقوقشه، خودش میخوره، زن و بچه میده، 3,000 تومان 10,000 تومان هم خیر میکنه. چطوری 200,000 تومان برکت میکنه؟ 100 میلیون نمیدونه چه کار کرد. جوانایی هستن که تو سن 20 سالگی 25 سالگی میلیونرن. وقتی خبرشون میاد، یه جوانی میگفت آخر سال همینطوری که یه تاجر مومن حساب زکاتش میکنه که اینقدر پول زکاتی داره، مسجد درست کرده، مدرسه درست کرده، حساب ایتام جدا میکنه، حساب فقرا و مساکین جدا میکنه. این جوان 25 ساله آمده گفته امسال سال 86 مثلا 20 میلیون پول آبجوام بوده. افتخار میکنه 20 میلیون پول آبجوش بوده. بعضی از جوانای اهل سنت هستن که خدا در 25 سالگی بهشون میلیارد پول داده، ماشین خریدن برای یک دختر شهرستانی زیر پاش کرده، یه خونه هم ماه 50 میلیون رنگ کرده تو تهران و تو شیراز برای دوست دخترش. ماشین خریده، ماشین 50 میلیون زیر پاش. مردم خودت گشنه هستن. باور میکنی شهرستان جاسک 6200 دانش آموز ترک تحصیلی داشته. شهرستان جاسک 6000 دانش آموز به خاطر یه جفت کفش، به خاطر یه کیف، به خاطر 2000 تومان پول کتاب مدرسه ترک تحصیل کرده. همین شهرستان سیری تا چند سال پیش 1000 خورده ترک تحصیلی داشته. برید توی این روستاها بگردید. خدا خوشش میاد که یک جوانی از ما بره یک ماشین بخره، یک خونه بخره به اسم یک دختری بزنه که نه دینش، نه عقیدهش، نه شخصیتش میشناسید. کجا باش آشنا شده؟ تو بازار کجا باش آشنا شده؟ تو پارک کجا باش آشنا شده؟ معصیت خدا رونق از صورتت میبره. دیگه به روزی میرسی که خودت تو آینه نمیتونی نگاه خودت بکنی، خجالت میکشی. یعنی این شکل من شکل خودته. بله، این چهره شیطانی توست که سر به سر شیطان گذاشتی. شما دعای آینه بلدید؟ پیامبر گفته وقتی که جلو آینه میستی صلی الله علیه وسلم، وقتی جلو آینه میستی بگو خدایا همونطوری که صورت منو زیبا خلق کردید اخلاق و سیرت منو زیبا خلق فرما. اللهم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی. بیبرکتی در رزق و روزی، تاریکی در قلب، نفرت در دل بندگان خدا و تاریکی در قبر. خواهرم علنگوتو اگر گفتن در بیار برای کار مسجد یا مکتب خانه یا دانشجوی فقیر، درش بیار. از اینجا تا اینجا به رخ مردم نکش. سر عروسی طلاها رو هی به هم میزنید.
اگر خودت درش نیاوردید، اگر طلایی داری فقط تو اتاق خواب برای شوهرته، اگر آرایشی دارید تو اتاق خواب برای شوهرته. برید ببینید خواهرها با پول طلاشون مسجد درست کردن، مدرسه درست کردن. چند تا خواهر با هم شدن، هر کدوم 5 تا علنگو گذاشتن، یک مدرسه درست شده. اگر تو درش نیاوردید، غسال با قیچی و انبردست در میاد. قبل از رمضان دلها رو بتکونید. یه توبه جانانه لازمه. وقتی ما تصمیم بگیریم عروسیمون مثل نماز عید میشه. امشب این عروسی حکم نماز عید داره، حتی خواهرها هم آمده. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته در نماز عید حتی خواهرایی که عذرم دارن بیان تو جلسه اون گوشه بنشینن، از برکت دعا و صحبت هایی که در روز عید میشه بی نصیب نمانم. امروز ما رو به یاد نماز عید میاندازد. کسی نمیخواد اینجا چیز شد به رخ کسی بکشه. همه تصمیم گرفتیم که 6 نفر و همسرانشون و 12 طایفه رو بریم باشون صحبت بکنیم. خواهش میکنم عروسیتون سالم، اسلامی، پاک، بذار بندگان خدا بیان. اونام پذیرفتن، وسوسه نشدن. نه، آدم یک بار داماد میشه، آدم یک بار عروس میشه. مالون دخترم جشن گرفتم، ارکستر آوردم. اگه نباشه این بی‌عدالتیه. به یک عزیزی گفتن که الان ریش داره، جوان خوبیه، بهش گفتن تو دیروز چمدان رو سرت گذاشتی تو عروسی رقصیدید، حالا ریش گذاشتید متوا شدید. تا دیروز میگفتن چمدان تو عروسی رو سرت گذاشتی، ما بهش میگیم ساخت. قدیم رسم بود لباس زن میکردن تو چمدان رو سر مرد همراه ساز میرقصیدن. یعنی آدم بعضی موقع به کجا میرسه؟ همین میدونن این لباس تو چمدان رو سر مرد چیکار میکنه. این لباس کیه؟ این لباس زنه. سبحان الله، لباس زن رو سر مرد رو چمدان همراه ساز داره میرقصه. بهش گفتن تو دیروز سر عروسی میرقصیدی، چمدان رو سرت گذاشته بودی. میدونی جواب چی داد؟ این گوششو گرفت، گوش خودشو نه گوش اون. گفت توبه نسو، تا دوش مانا فهمید. امروز اون فهمیدی توبه نسو، دیگه ای کار نکنم. تا دیروز نفهمیدم، توبه نسو، دیروز اشتباه کردم نفهمیدم، الان که فهمیدم دیگه اون کار نمی کنم. این بهش میگن توبه. نه اگر کسی یه چیزی در گوشت گفت حق باتون، حق باتون. تصمیمون رو بگیریم. اون سیمین میگید بیاد اینجا. بلند بلند. عزیز و مهربونی، اوصاف خدا داره میگه.